سلام. اومدم واسهتون ویدیو یوتیوب بگیرم، بعد اومدم سختش کنم، برم وایسام بشینم یه جا کلی شیک و پیک و اتو کشیده واسهتون ویدیو بگیرم. بعد دیدم نه، از این به بعد دلم میخواد در طول روز وقتی دارم کارامو انجام میدم وسطش بیام با شما صحبت کنم و یه سری چیزا رو بهتون بگم، چیزایی که به ذهنم میرسه و به دردتون میخوره. توی این ویدیو اومدم در مورد این صحبت کنم که چه رد فلگایی وقتی تو رابطه میبینین همون اول خدافظی کنید، دیگه ادامه ندید. دیگه اینجوری نباشه که حالا درست میشه حالا بهتر میشه، نه، یه سری چیزا ثابت شده است، نباید با قانون طبیعت بجنگید. اولین موضوعی که وقتی توی نفر دیدین همونو باید فرار کنین لاو بامبینگه. اولین چیزی که باید بهش توجه کنین که تو رابطه حواستون باشه که این اتفاق واسهتون نیفته اینه که طرف وقتی سرعتش بالاست، یعنی یا سوء استفاده گره یا کنترل گره یا یه سری اختلالات مثل خودشیفتگی رو داره یا دلبستگی اجتنابی داره، یه سری چیزایی رو داره که بعدها میتونه واسه شما خیلی ناراحت کننده و اذیت کننده باشه. چرا؟ به خاطر اینکه دوست داشتن، صمیمیت در طول زمان به وجود میاد، در طول شناخت شما به وجود میاد. زمانی که طرف هنوز هیچ شناختی از شما نداره، وقتی میاد ادعای عاشقی میکنه یعنی داره ادا در میاره. ما تو روابط سالم همچین چیزی اصلا نداریم. یعنی زمانی که شما با یه نفر آشنا میشی، روال عادی و طبیعیش اینه که یه تایمی با هم برین، بیاین شناخت پیدا کنین، بعد طرف بیاد بگه من عاشقتم، دوستت دارم، میخوام باهات ازدواج کنم، میخوام در ادامه زندگیم با تو باشم. ولی وقتی از اول رابطه همچین حرفی رو میاد به شما میزنه، خیلی مشخصه که چیه و اصلا منتظر نمونین که ببینین چی میشه یا حالا رفتارش با من اینجوریه، احتمالاً عاشقم شده. نه، مکانیسم مغز آدم ها اینجوری کار نمیکنه. عشق در یک نگاه وجود نداره. شما امکان داره که یه نفر رو ببینی خوشت بیاد ازش، بگی وای من دلم میخواد با این وارد رابطه بشم، اوکی، ولی این حجم از محبت و عشق و وقتی طرف اول رابطه بهت میده کاملا مشخصه که دنبال چیه. یا میخواد ازت سوء استفاده کنه یا میخواد بهت کنترل پیدا کنه، یا گفتم دچار یه سری اختلالات شخصیته که خب اون خیلی بدتره. و مورد بعدی این که دلبستگی اجتنابی داره که میخواد لاو بامبینگ کنه و بعد بکشه کنار. پس حواستون باشه وقتی این رفتار رو میبینین، 2 تا پا دارین، 2 تا هم قرض کنین و فرار. موضوع بعدی که وجود داره که خیلی 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 مهمه که بهش توجه کنید اینه که دیتای اول طرف دائما داره از خودش تعریف میکنه، یعنی اصلا نمیخواد بدونه شما کین، چی کار میکنین و خیلی موقع هم اصلا میخواد اینو بدونه ولی بیش از حد داره از خودش تعریف میکنه. این یعنی که به احتمال خیلی زیاد این آدم خودشیفته، یعنی شروع میکنه به اغراق کردن راجع به دستاوردهاش، راجع به شخصیتش، راجع به خوبیاش و شروع میکنه دائما تو مغز شما این موضوع رو پیاده کردن که من خیلی آدم خفنیم. این نشون دهنده اینه که این آدم میخواد از شما احتمالاً سوء استفاده کنه. پس حواستون باشه تو دیتای اول یکی از چیزایی که من مراجعام ازم میپرسم و بهشون میگم اینه که حتما حواستون باشه که طرف ببینین چقدر خودش تعریف میکنه. این که ما میخوایم دستاوردهامون رو به رخ طرف بکشیم کاملا طبیعیه. خصوصا اول رابطه همه آدما، چه خانوما چه آقایون، دوست دارن بگن که من این کارو کردم، اون کارو کردم یا تو فلان چیز موفق بودم. این کاملا طبیعیه. اما یه مرز خیلی باریکی وجود داره با این که طرف بیش از حد از خودش تعریف کنه. این موضوع خیلی موضوع مهمیه. اگر احساس کردین که بیش از حد داره این کار رو میکنه، احتمالاً دارین وارد رابطه تاکسیک میشین. پس حواستون باشه که اگر این رفتار رو دیدین بلافاصله فرار کنید. یکی دیگه چیزایی که وجود داره تو رابطه که خیلی رد فلگ اول رابطه، فیوچر فیکینگ کردنه. یعنی چی؟ یعنی این که طرف میاد برای شما تو ذهنتون یه فانتزیایی از آینده میسازه که شما فکر میکنین که من دیگه خوشبخت شدم، دیگه واقعا اون آدمی که میخواستم رو پیدا کردم و دیگه این همونیه که همیشه دنبالش بودم. ولی حواستون باشه یکی از راههای کنترل کردن و وابسته کردن آدم هست. چرا؟ به خاطر اینکه خیلی موقع‌ها شما عاشق اون تصویری میشی که اون آدم از آینده برات ساخته. خصوصا الان چون تو ایران توی وضعیتی هستیم که بی‌ثباتی و ابهام خیلی زیاده. وقتی یه نفر میاد از آینده یه سری قولای خیلی قشنگ بهمون میده، دوست داریم که باور کنیم، ولی حواستون باشه که این موضوع میتونه رابطه مستقیمی داشته باشه با سوء استفاده گر بودن طرف. پس از این به بعد وقتی با یکی آشنا میشیم اول از همه توجه میکنیم به این که
به همون عشق خیلی بیش از اندازه و بی تناسب با اون شناختی که به هم داریم نمیده. این 3 موردی که بهتون گفتم خیلی مهمه که بهش توجه کنین: لاو بامبینگ، زیاد تعریف کردن از خودش و فیوچر فیکینگ کردن. توی ویدیوی بعدی برات بیشتر توضیح میدم و یه سری ساین دیگر رو بهت میدم که اگر اول رابطه از طرف دیدی باید همونو فرار کنی. یعنی مثلا اگر با طرف رفتی دیت، تو همون دیت اول گفت وای من چقدر عاشق تو شدم بیبی، چه چشایی داری، همونو بلند شی، معذرت خواهی کنی و بری. در این حد دارم بهت میگم رد فلگه. ممنون میشم که لایک هم کنین، سابسکرایب کنین، کامنت بذارین و منو به دوستاتون معرفی کنین. تو ویدیوی بعدی بیشتر واسه این موارد رو توضیح میدم. امیدوارم که این ویدیو به دردت بخوره. تا ویدیوی بعد، خدا نگهدار.